پراکنده لشکر ناید به کار 200 مرد جنگی به 800,000. همون برادرانی که در یوتیوب من داخل شدید подписаться کردید، اول سلام خود به شما می‌رسونم. بعد به خاطر دارید برادران عزیز که من این نوارها را نه به خاطری نه به مقابل دین اسلام نه به مقابل مسلمانی گفته هستم. این نوارها تنها به خاطر آن است که بعضی جوانان را از بلای عرب پرستی ما نجات دهیم. البته این کاری تاریخ شناسا است. من یکی از دوستانم تاریخ شناس است. به او زنگ زدم گفتم چرا خاموش هستید؟ ما گفتن ما از میترسیم که شاید این گروه با ما یگان ضرری نکنند یا اینکه دشنام اخورت از این میترسیم، چون که رد معرکه میشه ما را همچون کافر و بدبخت و گمراه نمیبرند. به همین خاطر برادرها گرچند که ما تاریخ شناس هم نباشیم و زبان فارسی هم قدر بسیار نداریم، ولی به هر حال نگاه نکرده آن از کتاب های قدیمه نه بلکه از خودمان نه بلکه دروغ باید به این سخن هایی که ما میگوییم و چی میگیم باید جواب دهیم که در حقیقت هم چنانه که ما میدونیم برادرها شما میدونید از تجاوز مغول شما خبر دارید، از تجاوز تیمورلنگ خبر دارید، حتی از تجاوز شوروی خبر دارید و چرا که از عرب بخبرید؟ من به همین خاطر من میخوام که این موضوع رو بسیارتر من بندم، لیکن چند تا موضوع کم کمی دیگر هستند که اونها باید گفته شوند. مثلا یک موضوع 1 منوته 2 دقیقه میخوام در پیش تبر مسلمانی یا که دریای خونین، کدام دریا که عرب ها اینا دجله خونی نمیدونم چی بود سرخ میگفتن، در کجا بود؟ اینا خطا در تاریخ موزه است این دریا که عرب ها از کشتن کفار سرخ کردند. یا اینکه موضوع خورم دینان که بدند، موضوع جامعه سرخان که بودند، موضوع جامعه سیاهان و سفید جامعان را گفتیم. البته به همین خاطر مقصد من که تا نوروز بزرگ، چون که بعضی برادران افراطی به مقابل نوروز سخن میگفتند، البته ما بس از چند سال درباره نوروز درباره بزرگی نوروز سخن گفتیم. امروز به جواب آنها این اوچک‌های تاریخی، این یادداشت‌های تاریخی را کم کم صحبت میکنیم. 4-5 موضوع بعد به خواست خدا اینها تمام میشود. و ما بخشش پرسیدن اینه برای ترس است، برای حرمت هم خود را تاجیک نشان دادن، وگرنه اگر ما ترس به خود جا میدادیم البته به این سخنها ما دست نمیزدیم.